هی عصبی و عصبی تر میشه، بخواد حمله کنه به 049. کجا داریم بچه آلفا دیکس بستر هستم به قسمت جدید آزمایشگاه ماینکرافت. خیلی خوش اومده آقا. این قسمتش خیلی فرق داره با بقیه قسمت ها. قراره چند تا SCP رو داخل این ماد بررسی کنیم و بندازیمشون به جون همدیگه و بعد از اون بندازیمشون به جون واردن، ببینیم هیچ کدومشون زورشون به واردن میرسه یا نه. اگرم میخوایم مادای این SCP ها رو دانلود کنید میتونین از طریق لینک زیر همین الان وارد کانال روبیکان بشین و دانلودشون کنید. عشق منین، بدون هیچ معطلی لایک ویدیو رو بذاره کنیم بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب عشقا اینم یه زمین خیلی خوشگل که SCP ها رو روش بررسی کنیم. بفرمایین کریتیو میکنیم و حالا F1 رو میزنیم تا بتونیم ببینیم SCP هامونو. اول بریم سراغ SCP-049. دو تا SCP-049 داریم با ظاهرهای متفاوت، یکی اینه و یکی هم اینه که به نظر من این خیلی خوشگل تر و طبیعی تره تا این. میبینیم بچه ها؟ اگه نمیدونین این SCP ها چی هن برین حتما سری SCP مو ببینین. اگرم جلوش سروایو کنم ممکنه بهم حمله کنه. میبینین داره منو میبینه، فکر کنم میخواد سمتم بیاد. کاریتون ندارن تا زمانی که دمیج بهشون ندین بچه ها. بریم سراغ 096 ها. حالا SCP های بعدی که خیلی هم خطرناک هستن SCP-096 یکیش اینه که همش داره گریه میکنه، میبینی؟ یکیش هم اینه که نشسته، یکی دیگه‌ش هم باز اینه. این قرمز اصلیش نیست، نمیدونم چرا این شکلیه ولی این اصلیشه. میبینی؟ این طبیعی تره، یعنی از اون یکی هم واقعی تره. این یکی این گریه میکنه، اونم دارن گریه میکنه، میبینی؟ بعد حالا سروایو که بکنم بعد چهرهشون رو ببینم، نکن چهرهشو دیدم عصبانیش. حالا این یکی چهره دوتاشون رو دیدم. حالا الان دوتاشون میخوام بریم همین. حالا این یکی هم ببینم چهره اینم دیدم ولی نمیدونم این چرا حمله نمی‌کنه. یا خدا حالا نیاشو کنیم بچه، نیاشو کنیم. الان میان سمتم. خیلی ترسناکه. خب حالا یه دونه 049 رو میندازیم مقابل یه دونه 096 بچه ها. یه دونه 096 هم میذاریم اینجا. اوکی بریم آقا. این بره اتک بده به این. او مای گاد نیاکان عصبانی شد. ببینید چجوری میخواد اتک بده به 049. او مای گاد جنگ وحشتناکی میشه. اوه اینجا رو نکن. 049 اونجاست، اینم اینجا داره هی عصبی و عصبی تر میشه، بخواد حمله کنه به 049. نگوش کنیم فقط قیافشو. خیلی ترسناکه خدایی. اصلا تو ماینکرافتش با اینکه مکعبی ترسناکه من میترسم. وای حمله نکرد. چرا حمله نکرد؟ خب به 049 حمله کن دیگه. آقا یه دونه SCP-096 میذاریم اینجا، یه دونه واردن هم میذاریم اینجا. خب ولی بینشون رو دیوار میکشیم چون که تا اون عصبانی بشه زمان میبره که بخوان به هم دیگه دمیج بدن. خب حالا اول از واردن شروع میکنیم، میریم روی این. آره الان عصبانی شد. اوکی بینشون دیوار میکشیم. فعلا بینش رو دیوار میکشیم. خیلی تا اون عصبانی بشه. اوکی وای حالا دیدنی میشه. وای زود باش دیگه. دیدین واردن و وان شات کرد؟ دیدین با یه ضربه زد ناکش کرد؟ واردن 10 تا ضربه زد این نمرد، بعد این با یه ضربه زد وان شاتش کرد. وان شات کرد. ببین وان شات کردن واردن اصلا غیر ممکنه. بعد این وان شات اولین مابیه که میبینم داره واردن و وان شات میکنه. اصلا آقا نتیجه میگیریم که 096 چندین هزار برابر واردن قوی تره. 049 هم که کلا بیخیاله. البته اون اگه بخواد اتک
کم بده بچه زورش به اینا نمیرسه، یعنی نمیتونه 0.96 رو بزنه یا واردن رو بزنه، چون 0.49 یه دکتر معمولیه که کلا کارش با آدما رو زامبی میکنه دیگه، کاری به هیولاهای دیگه نداره، زورش به اونا نمیرسه. البته بچه این ماد SCP دیگه ای هم داره که حتما پیشنهاد میکنم از طریق لینک زیر وارد کانال روبیکان بشین و دانلودش کنین و عشق کنین. نیا کنین مثلا چیه، یکیش همینی که باید نگاش میکردی تکون نخوره، 173 SCP 173 اگه روتو برگردونی یهو میاد از پشت گردنتو میشکنه، میتونی اینم داخلش بازی کنی. یا مثلا این یکی بچه‌ها این SCP 999 که خیلی بامزه است، 999 و خیلی هم معروفه. یا این یکی که بچه‌ها SCP خیلی معروفیه که میگن یه جوری یکی از قوی ترین SCP های سازمان هم اصلا نمیمیره، یه مارمولک غول پیکره، نگاش کنین اصلا نمیمیره، با تانک و موشک و هر چیزی که سعی کردن بکشنش اصلا نتونستن. ببینین چقدر گنده است، داره سعی میکنه SCP 173 رو بکشه، خیلی اصلا قویه. یا این یکی بچه‌ها اصلا یه چیز عجیب و غریبه، اینو من هنوز معرفیش نکردم، اینم SCP چند، این 939. ببینین چقدر عجیب و غریبه. اگه خواستین حتما این مودو دانلودش کنین. عشق من این دوستتون دارم، ویدیو رو لایک کنین تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.